آیت الله مایفعلی و ایمان به قسمتی از قرآن و کفر به قسمت دیگر. میگه لقول النبی لعن الله الیهود و النصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجد. چون پیغمبر فرموده در آخرین لحظات عمرشون خدا لعنت کند یهود نصارا را، قبور پیامبرانشان رو مسجد درست کردند. البته این روایت در صحیح بخاری آقایان آوردن، مراجعه کنن، حدیث 1330. خب ببینید میگه خدا لعنت کند یهود نصارا را، قبر پیامبرانشون رو مسجد درست کردن. بابا قرآن داره میگه یهودی ها پیامبرانشون رو به قتل میرساندن، میکشتند. فبما نقضهم میثاقهم و کفرهم با آیات الله و قتلهم الانبیاء بغیر حق. میگه بابا اینها پیامبرانشون رو میکشتن، به قتل میرساندن. واقعا این روایت میگه نه آقا، یهودی ها پیامبران دوست داشتن، روی قبر پیغمبران مسجد بنا میکردن، اونجا عبادت میکردن. حالا من نمیدانم چه کار کنیم ما، دم و خروس یا قسم. ببینید میگه لعن الله الیهود و النصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجد. قرآن میگه و قتلهم الانبیاء به غیر حق، سوره نساء 155. یعنی دیگه از این واضحتر، از این روشنتر برای شما عرض کنم اصلا نمیشه دیگه به قول چیز کرد. جناب آخوند مایفعلی نمیداند که در صحیح بخاری نیامده که آن دسته از یهودیانی که پیامبران را میکشتند قبر آنها را مسجد قرار دادند، بلکه نسلهای بعد قبور آنها را مسجد ساختند و در حق آنها غلو میکردند. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنا يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. و یهودیان گفتند عزیر پسر خداست و نصارا گفتند مسیح پسر خداست. این سخنی است باطل که بر زبان می آورند، با سخن کسانی که پیش از آن کفر ورزیدند شباهت دارد. خداوند آنان را نابود کند، چگونه از حق برگردانده می شوند. و یهودیان و نصارا به جای خدا علمای دینی و دیرنشینان خود را به خدایی گرفتند و مسیح پسر مریم را نیز به خدایی گرفتند، حال آن که به آنان امر نشده بود جز این که تنها معبود یگانه را بپرستند که هیچ معبود به حقی جز او وجود ندارد. پاک و منزه است او از آنچه با وی شریک می‌گردانند. حاج آقا، افتؤمنون ببعض الکتاب و تکفرون ببعض؟ آیا به قسمتی از کتاب ایمان می آورید و به قسمتی دیگر کفر می ورزید؟ از آیات ذکر شده مشخص می شود همه بنی اسرائیل دشمنان پیامبران نبودند، بلکه از میان آنها عده‌ای بودند که در حق پیامبران خودشان غلو می کردند. و حتی الله عزوجل موقف دوگانه یهود و بنی اسرائیل را در قرآن بیان می کند، آنجایی که می فرماید ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به
حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. و به راستی یوسف پیش از این با نشانه‌های فراوان به نزد شما آمد و همواره از آنچه برایتان آورده بود در شک بودید، تا اینکه درگذشت و گفتید خداوند بعد از او هرگز پیغمبری را مبعوث نخواهد کرد. این چنین خداوند اشخاص متجاوز و متردد را گمراه و سرگشته می سازد. یعنی آنها در زمان حیات و زندگی یوسف علیه السلام با ایشان دشمنی می کردند، اما زمانی که ایشان از دنیا رفت در حق ایشان دچار غلو و افراط شدند.